میوه اژدها نام خودش رو از ظاهر عجیبش گرفته و جزء معدود میوه‌های خوراکی کاکتوسه. این میوه در جنوب آسیا رشد میکنه و آبدار و طعمی ترش داره. این میوه رامبوتان نام داره، اما در ویتنام اون رو چام چام صدا میزنن که به معنی موی شلخته است. رامبوتا برای خورده شدن باید قرمز شده باشه و مغز اون شبیه گوشت صدفه و طعم ترشی داره. کیوانا یا طالبی شاخدار آفریقایی مزه‌ای خاص شبیه موز، خیار و طالبی داره و پوست اون حاوی مقادیر زیادی ویتامین C است. دست بودا یا لیموی انگشتی پوسته محکم و بافت نرمی داره و در هیمالیا رشد میکنه. سرشار از ویتامین C هست و در آشپزخانه به عنوان جایگزین لیمو استفاده میشه. سیب رز در جنوب شرقی آسیا میوه بسیار ارزشمندیه که علاوه بر طعم خوبش بوی گل رز هم میده. از مزایای این میوه سم‌زدایی بدن، جلوگیری از سرطان، کاهش تب و درمان عفونته. موز قرمز شیرین‌تر و درشت‌تر از موز زرده و بیشتر از اون ویتامین C و بتا کاروتین داره. هرچه موز قرمزتر باشه ارزش غذاییش بیشتره. فیسالیس یا گیلاس زمینی در آب و هوای گرم و استوایی رشد میکنه. یه پوسته کاغذ مانند گیلاس رو در بر میگیره و مزه اون شبیه توت فرنگی و آب لیموست.